بچه استرینج هستم و خیلی خوش اومدیم به یه ویدیو جدید. آقا امروز یه ویدیو آوردم و بمب، اصلا نگم ناموسم براتون. آقا امروز اومدیم با پارتی توی بهترین پلیرها، که نه بهترین چی بشون، بهترین یوتیوبرهای فری فایر ایران، و قراره بهشون ریاکت بریم ببینیم قضیه چیه، چجوری اصلا بازی میکنن. آقا ممنون میشم تا آخر ویدیو همراه من باشید. اگه دوست داشتین میتونید چنل رو ساب کنید، لایک این ویدیو رو بزنید و نظرتون رو راجع به این ویدیو حتما کامنت کنید. هیچ حرفی نمیمونه، پس بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آقا اولین نفر، بعد اولین نفر کسی نیست جز حسین آرگوس. حسینش منطقی، آرگوسش نبود، منطقی نیست. آقا حسین آرگوس 2,810 سابسکرایبر و 74 تا ویدیو گذاشته توی چنلش. البته بچه اینم بگم که اینا طبق چی بهش میگن سابسکرایبر ویدیو نیست، اینا همجوری رندومیه و اگه مثلا میبینید کسی اوله و چیزش پایینه، اون میگم که به خاطر اونا نیست، یعنی مرتب نکن، میگه واقعا شرمندم، ببخشید. خب دیگه حرف نمیزنم، خودتون ویدیو رو ببینید. آره دایی ببینین و پی ببریم به بازیشو. خب آقا دومین نفر آرش ایکس. این منطقیه، این منطقیه. آقا آرش ایکس ارزم به حضورتون 2,390 سابسکرایبر داره و 80 تا هم سابسکرایبر، میگم 80 تا هم ویدیو گذاشته. شیت قاطیه الان. و همونطور که میدونین دیگه از امیر آرگوس تقریبا نزدیک 42 تا 420 سابسکرایبر کمتره و نسبت از اونا خیلی بازش بهتر. واقعا چرا حمایت نمیکنین از اینو؟ واقعا اینا چی بگم، اینا دینوش هم حال اصلا حال نمیکنم با دینو جالب نیست از نظر من. خب آقا سومین نفر که همه تون دیگه میشناسین دیگه، اصلا نیاز به معرفی نداره. حسین امیل، سلطان تک به تک ها، با یوتیوبر معروف عرب و این ور اون ور. آقا حسین امیل 9000 و نزدیک 400 تا سابسکرایبر داره و 173 تا ویدیو توی چنلش آپلود کرده و توی این لیست من نفر اول از نظر سابسکرایبر. و خودتون میدونین دیگه بازش چقدر خداه. من هیچ نمیگم، ادامه رو ببینین. سومین نفر که نه دیگه، چهارمین نفر، آره نزدیک بودم. آقا چهارمین نفر شخصی که من طرفدارشم و خیلی از نظر من یوتیوبر بال و پر انرژیه، امیر قاتل. آقا امیر قاتل 5170 تا سابسکرایبر داره و 105 تا ویدیو توی چنل سابسکرایبر شد توی چنلش آپلود کرده و سومین نفر از توی سابسکرایبره. اول که حسین امیله، دوم گلکسی، سوم هم که قاتل دیگه. اینا جدا ستای برتر میشن توی لیست من به حساب از نظر سابسکرایبر. بازیشون هم که خدای دیگه، اصلا نیاز من تعریف کنم ازشون.
پنجمین نفر علی گلکسی. چرا اینجوری گفتم واقعا؟ چرا؟ علی گلکسی 6050 سابسکرایبر داره و 71 ویدیو توی کانال یوتیوبش هم آپلود کرد و دومین نفره. گفتم دیگه دومین نفره و من زیاد نیستمش، ولی خب بالاخره واسهشم خیلی خداه. ببین پشمم واقعا دمشکم منطقی میزنه. ششمین نفر کامیلا دیگه. آره خیلی بچه باحالیه. آقا کامیلا 3500 تا سابسکرایبر داره، 264 تا ویدیو تو این چنلش هم آپلود کرده و از نظر من کامیلا یکی از باحالای فری فایر. خیلی جالبه، هم از نظر فیس جالبه، هم اصلا رفتارش از نظر من جالبه، باحاله. حالا اینقدر باحاله بازیش هم ببینین دیگه. آقا آخرین نفر یا همون هفتمین نفر، کسی که واقعا از نظر من فیسینگ والی داره و خیلی جالبه، ابوالشاملو. این یکم اسمش عجیبه برام. ابوالشاملو 3000 سابسکرایبر داره، 77 ویدیو توی یوتیوب آپلود کرده و بازیش به جدیت داره میگم قرآنه. این یعنی این بازیکن خداه، خیلی خوب بازی میکنه. حالا نبینین سه چهار تا حساب نگه میس میده و یا حساب نمیکنه، بازی کنه خیلی خوبیه. در سطح ایمیل نمیشه، ولی میشه گفت در سطح قاتل و علی گلکسی هست. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی. اگه دوستش میتونین چنل من ساب کنین، لایک این ویدیو رو بزنین و نظرتون راجع به این ویدیو حتما کامنت کنین. تا ویدیو دیگه مراقب خودتون باشین. مخلص همه، استرین.